زوکر جلالی رهبر دپارتمنت وزارت کارهای خارجی به نام امارت اسلامی افغانستان که حرکت تندرو طالبان در افغانستان تأسیس داده است روز 28 فوریه سال 2023 به ژورنالیستان خبر داد که امور کنسولگری عمومی افغانستان در شهر استانبول بزرگترین شهر و مرکز تجارتی و صنعتی ترکیه رسما به دست نماینده امارت اسلامی سپرده شد. جلالی همچنین خبر داد که وزارت خارجه طالبان نفر با نام گلمتخان زدران را کنسول نو افغانستان در استانبول تعیین کرده است. یک روز از این قبل عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز امور سفارت افغانستان در شهر تهران را به دیپلمات‌های تعیین کرده طالبان سپردند. او از دیپلمات‌های تعیین شده نام نبرد، ولی خبرگزاری امو خبر داد که محمد فضل حقانی که تا کنون باعث یاور اول سفیر افغانستان در تهران کار میکرد کاردار سفارت تعیین شده است. طالبان ماه آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست آوردند. یادآور میشویم چند کشور دیگر از جمله روسیه، چین، پاکستان و ترکمنستان هنوز سال گذشته امور سفارت‌های افغانستان را در کشورهای خود از دست نمایندگان حکومت قبلی افغانستان گرفته به نمایندگان طالبان سپردند، ولی تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را در عموم به رسمیت نشناخته است.